آيات جئنا تبصرة عن كل ضلال. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. طولی چند روز است که ما یک جای با شما در ماه شریف رمضان آیت های 183 و 184 سوره بقره را تفسیر کردیم و کوشش میکنیم تفسیرها را از کتاب آسان بیان در واقع آسان برایتان تفسیر کنیم تا که همه ما معنی آن را درک کنیم. و خیلی تشکر به آن نفرانی میگویم که تفسیر آسان بیان را برای ما پیشنهاد کردند و در واقع خیلی آسان و عام فهم نوشته شده است. و پیش از آن که امروزه برنامه را آغاز کنیم، من میخواستم ترجمه آیت های 183 و 184 سوره بقره را برایتان بار دیگر بخوانم. به نام الله بخشاینده مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه داشتن بر شما فرض گردانیده شد، چنانه که روزه داشتن بر پیشینیان فرض گردیده بود، تا باشد که پرهیزگار باشد. این آیت 183 سوره بقره است و در سوره بقره آیت 184 چنین آمده است: روزه داشتن در چند روزی شماریده شده است و هر کی از شما بیمار یا مسافر باشد، پس آن از روزهای دیگر لازم است، یعنی روزه داشتن. و بر کسانی که با سبب روزه داشتن نتوانستند، فدیه دادن لازم است. فدیه از آن عبارت است که به درویش، یعنی کم بضاعت یا کم بخل، خوراک دادن است. پس هر کی نیکی زیاده کند، این برای او بهتر است. و اگر می دانید برای شما آن بهتر است که روزه دارید. ماه رمضان ماهی است که در وی برای راهنمایی مردم قرآن فرود آورده شد. سخنان وی روشن و هدایت است و آن جدا کننده حق از باطل است. پس هر کی از شما آن ماه را دریابد، پس البته آن را روزه دارد. و هر کی بیمار باشد یا در سفر باشد، پس ادا کردن شمار آن چی فوت شد، یعنی چی شمار ما روزه نگرفتیم، از روزهای دیگر بر وی لازم است که روزه بدارد. الله سبحانه و تعالی برای شما آسانی را می خواهد و برای شما دشواری را نمی خواهد و می خواهد تا این که مکمل کنید شمار روزهای فوت شده را. و باید الله را برای آن که شما را هدایت نمود به بزرگی یاد کنید و شاید که شکر گزار شود. الله تعالی ضمن آیت مذکور ماه رمضان را نسبت به جمع ماه‌ها ستایش نموده فرموده است که ماه رمضان چنان ماه است که در آن قرآن برای هدایت مردم نازل شده است. در آن میزان و معیار جدا کننده حق و باطل آشکارا هویدا است. قرآن معجزه ابدی بوده تا روز قیامت
برای هدایت مردم کفایه است. چون این معجزه بزرگ را در این ماه نازل کردن نهایت برداشتن فضل و درجه ماه رمضان است. در حدیث ها روایت شده است که ماه رمضان ماه است که صحف ابراهیم علیه السلام در شب اول ماه رمضان، تورات موسی علیه السلام در ششم ماه رمضان و انجیل عیسی علیه السلام در 13 ماه شریف رمضان و قرآن باشد در 27 شب ماه رمضان نازل شدند. خلاصه همه کتاب های آسمانی در ماه مبارک رمضان نازل شدند. همچنین قرآن هم با اکثریت روایت ها از لوح المحفوظ به آسمان دنیا، یعنی به بیت المعمور، به یک بارگی در شب 27 نازل شده است. علاوه بر این فضیلت دیگری را الله تعالی در این ماه ضم کرده است که روزه داشتن بندگان مؤمن در این ماه فرض شده است. اکنون امر پروردگار است که هر مؤمن که مکلف است و یعنی وظیفه دار است، عاقل و بالغ، و در این ماه باید روزه دارد. اما چنانه که در آیت 183 و 184 گذشت، بعض انسان ها مستثنااند، یعنی که دیگرگونند، یعنی هر یکی ما هر خیل هستیم. یعنی شخصانی که مریض باشند که شرایط روزه داشتن ندارند، یا روزه داشتن بیماریشان را زیاد کند، یا در سفر باشند، اگر مشقت شود روزه خود را افطار می کنند. مفسران کرام گفتند تکرار عذر بیمار و مسافر در این آیت و در آیت 184 برای آن است که تا دانسته شود که جزء آیت قبلی، یعنی آیت 184 که به این مانند است، منسوخ نیست، یعنی دیگر نشده است، یعنی باطل نشده است. به هر تقدیر الله مهربان برای بندگان خود آسانی را اراده نموده است و مشقت را نه. اگر الله برای بیمار و مسافر رخصت نمیداد، این دو طایفه چی کار کرده می توانستند؟ اکنون این همه هدایت پروردگار است که شخصان بیمار یا مسافر چند روزه را از ماه رمضان روزه نداشته باشند، می توانند با قضا داشتن آنها شمار ماه رمضان را پر سازند. در واقع هر یک ما باید به اندازه شکرگزار باشیم، چون الله سبحانه و تعالی برای بندگان خود و برای هر یک ما نه مشقت بلکه آسانی را می خواهد و در قرآن کریم برای ما فرموده است. و اگر ما در حالتی که بیمار باشیم یا در سفر باشیم و مشقت رو برو نشویم، او تعالی فرموده است که ای بندگانم، آن فضل و مهربانی و هدایت و دیگر نعمت‌های بیشمار را که الله تعالی به شما انعام نموده است در نظر دارید و پروردگارتان را دائما با بزرگی یاد کنید. شاید شما با رعایت نمودن حدود پروردگار از جمله شکرگزاران باشید و از ثواب
محروم نماند. به قرآن پیرو نبودگی انسانها بعد تجربه های طولانی به خلاصه آمدند که روزه در حیات انسان بسیار یک چیز فایده‌ناک بوده است. آنها توصیه نمودند که انسان باید برای سلامتی خود هیچ نباشد در یک سال 1 ماه باید گشنگی کند. تماشابینان گرامی، یک جای با شما ما تفسیر آیت 185 سوره بقره را خواندیم و کوشش میکنم روزهای نزدیک برنامه‌های دیگری رمضانی را برای شما پیشنهاد کنم. همدیگر را احتیاط کنید و باری دیگر ماه شریف رمضان را برای یک شما مبارک باد میگویم. دست به دعای همدیگر باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.